خیلی فکر میکنن مهاجرت به لس آنجلس فقط پیدا کردن یه خونه خوبه. اما چیزی است که بیشتر آدما قبل از نقل مکان نمیفهمند و میتونه کل تجربه زندگیشون رو عوض کنه. اولین چیزی که خیلی درباره لس آنجلس نمیدونن تفاوت زندگی در هیلز و فلت هاست. وقتی آنلاین نگاه میکنین همه چی نزدیک به نظر میرسه، اما در واقع لایف استایل این دوتا کاملا متفاوته. اگر خونه‌ای در تپه‌های بلر انتخاب کنین، در واقع دارین آرامش، خیابون‌های دنج، ریه‌های باز و حسی شبیه یه ریتریت خصوصی. اما اگه فلت‌های بیورلی هیلز یا برنتفورد رو انتخاب کنین، دارین ارتباط رو انتخاب میکنین. اینکه از خونه بیرون برید، پیاده به کافه مورد علاقتون برسید و حس کنید بخشی از یه محله هستید. هیچ کدوم بهتر نیست. فقط بستگی داره شما چطور میخواین زندگی کنین. نکته دوم که خیلی رو غافلگیر میکنه آب و هواست. لس آنجلس فقط یک آب و هوا نداره. اگه نزدیک اقیانوس باشید مثل پاسیفیک پالاسید، صبح‌ها ممکنه خنک‌تر و حتی ابری باشه. اما با کمی رانندگی به سمت بیورلی هیلز یا اول ولی هوا میتونه روشن‌تر، گرم‌تر و کاملا متفاوت باشه. من اصل هستم. سال‌هاست در محله‌ای مثل بلر، بیورلی هیلز، برنتفورد، وست ساید با خریدارا و فروشنده کار میکنم. من عاشق این محله هستم چون هر کدوم شخصیت و لایف استایل خودشونو دارن و دوست دارم نشون بدم هر کدوم واقعا چه حسی برای زندگی دارن. این نگاه به جزئیات برمیگرده به جایی که کارم رو شروع کردم. دبی. همونجا یاد گرفتم خرید خونه فقط درباره ملک نیست. درباره سبک زندگیه. و امروز در لس آنجلس به مشتریای محلی و بین‌المللی کمک میکنم جایی رو پیدا کنن که با سبک زندگیشون هماهنگ باشه. اگه به نقل مکان به لس آنجلس فکر میکنین، این کانال منو دنبال کنین. چون هر هفته درباره لایف استایل، املاک لوکس و زندگی در لس آنجلس با شما صحبت میکنم. و نکته سوم اینه که ترافیک. اما نه اونطور که معمولا فکر میکنن. در لس آنجلس فقط بحث فاصله نیست. بحث زمان و انرژی شماست. جایی که زندگی میکنید. بعد زندگی روزمره رو برای شما راحت تر کنه. در نهایت پروسه خرید. این بخشیه که من زیاد در مشتریای بین‌المللی میبینم. سیستم خرید خونه اینجا، مراحل اسکرو، مالیات‌های ملک و جابجایی سرمایه میتونه خیلی متفاوت باشه. مخصوصاً اگر از دبی، اروپا یا کانادا میایین. برای همین داشتن کسی که این مسیر رو بشناسه خیلی مهمه. نه فقط برای پیدا کردن یه خونه، بلکه برای اینکه جابجایی شفافتر و بدون استرس انجام بشه. خرید خونه فقط پیدا کردن ملک نیست. تصمیم درستیه برای سبک زندگی شما. و حالا کنجکاوم بدونم اگه قرار بود در لس آنجلس زندگی کنین، آرامش خودت رو انتخاب میکنین یا لایف استایل و دسترسی فلت ها رو؟ در کامنت ها برام بنویسین. لس آنجلس میتونه جای فوق‌العاده‌ای برای زندگی باشه وقتی اون بخشی از شهر رو پیدا کنین که با روحیه شما هماهنگ باشه. و اگه به جابجایی فکر میکنین، من همیشه اینجا هستم که راهنماییتون کنم.